شاید شما هم این میم ها رو شنیدید. بمباردینو کروکودیلو تون 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 سحور. بله دوست عزیز درست شنیدیم. ما اومدیم اینا رو تو ماینکرافت تست کنیم. بریم سراغ ویدیو. اولی شروع میکنیم. بله از این. خب تون تون سحوره. تون 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 سحور. بیا اینجا فلان نکنه بله ایشون چشاشو نگاه از حدقه زده. کوف نگاه من نکن جوری. فلان نکن گوش بده به حرف من. خب این تون 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 سحوره. بله هی بعد بگم تون تون اینقدر دیگه حالا هرچی. آره این تون 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 سحوره. خب تون 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 خفه شو. بعد 2 hours later. پام پوینت ست هم بزنم که یه دفعه اتفاق ناخوشایند نیفته. تون سحور. خب جناب تون 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 سحور. خب بزن منو. یا بزن چه جون کم میکنه. تون 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 سحور. چی هم نداد بهم. خدا رحمتش کنه و کشته شد. بعد خیلی قوی بود. تون 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 سحور. نفسم گرفت. چه اسمی خدا وکیلی من موندم. یعنی چی؟ ببینین تون یعنی چوب، سحور یعنی سحری، یعنی مارمز باز میکنیم ترالالو ترالالا. ببین تون تون سحور بگم دستم بزنمش تو این برله که اگه یه دفعه میخواستم همین دستم باشه. خب ترالالero ترالالا. ترالالو چی؟ قاطی کم ترالالو ترالالا. تا هم با زندگی چه کار میکنم. خدا وکیلی یعنی چی؟ چه وضعشه؟ خب دوست عزیز به میشه سوارش هم شد. ترالالero ترالالا. یه واه چه سرعتی به نازم. سرعت عالی. یعنی آهنگ محسن لرستانی بزنی قشنگ با این ببین. لب دریا بری لب ساحل. به خیلی هم عالی. نه تو پشمام این رو آب چجوری شناوره آقا. نگاه جاذبه این کفشاش جادویه. داره. بله خب بذار ببینیم این چه قویه. بذار من یه گادپل اینجا بردم یه دفعه اتفاق ناخوشایند نیفته. بذار من سروایولش کنم. خب اینو بخورم هم دمیج دسته چقدر کم میکنه. بیا اینجا بینم مادر قهوه شکر. نه از کجا منو میزنی خدا وکیلی یعنی چی؟ دیوونه میکرد. بله ترالالا ببین تون 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 سحور قوی تر یا ترالالا. خب بذار اول یه مکانی برای اینا بسازم. یه چیزی بسازم برشون. یه جایی. بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ تون سال برنده میشه. خفه شو دیوی تون سلام رفت. نگاه مغزم چیکار کردی تو؟ ما مغزم چیکار کردی بوده کوف اینجور نگاه با چشاد. مثل شای محمد قلیه. تون سال نه محمد قلی. خفه شو 2000 years later. نوبت بمباردینو کروکودیلو. به بمباردینو کروکودیلو مناطق سیل زده. آخه چه وضعشه خدای. بزرگتر نبود احیانا. حالا چرا پرواز کن فرار کن. نه فرار نکن. خب سوارش میشیم. به بمباردینو کروکودیلو. برو چرا نمیری هوا؟ مثلا پرواز میکنی یا اینجوری داره میچرخه. با ول من این دشمن من نباید باشه احیانا. خب بمباردیرو خفه شو یه لحظه لطفاً. وایول میکنیم. خب حالا میایم خفه شو. چه خبر؟ میمیرم. نه نزن. هر کی بزنه آفرین. دیدی فوش بذاری همه چی اوکیه. بیا اینجا بینم مادر حروم زاده. نزن کشته شد. خدا رحمتش کنه. الان همسایه بغلی میگه چه خبرشه. خدا الان میگه همسایه بغلی میگه دیوونه. آخه چه وضعشه؟ چه میمای چرتیه. به خدا میمای ایرانی بهتره. الان یه معنی داره ها. نمیدونم چی این چیه. بله این شما و این برد پاکابینا. درد و نفرین
وای با زندگیم من چیکار میکنم؟ مغزم داره میپوکه. خیلی بد ساخته. این چی دماغش اینقدر گنده است؟ البته واقعا دماغش قده. بعد همجوری که میبینی بر بر با بیمه اینو من بزنم پرتم میکنه و مطمئن نیستم. Patapim. این میترسم من اینو بزنم. الان با یه ضربه میکشدم. اوه چه ضعیفه آخه بمیرم. بچه بزن بر پاکا بیما بزن. میزنم مادر قهوه شکر میریزیم. شما هم بریزین تو قهوه شکر بریزین. خوبه آره. آره آقا ساب کن تا دیگه ویدیوها بیشتر بزنیم دیگه. اگه مودشو میخوای دوست عزیز ساب میکنی. من یه کانال تلگرام میسازم میرم توش که نه البته میرم داخلش. منحرف نشو از دوست عزیز. براتون این مودو میذارم حالا فعلا نه. خب بعدی جناب آقای وایسون بدم ایبرتر و آقا کریتیو کن یعنی چی؟ خب کریتیو کردیم و آقای لیلی لاریلا سلام به به قشنگی خوبی بابام. یا اول فت شده اینجوری نگاه من میکنه. نگاه چی میره. وای خیلی خوب ساختنش. سلام وای من اینو بزنم پرتم میکنه. چه اینجوری راه میره انگار پیرزنه 70 ساله. آقا اینجوری نگاه من نکن دیگه. خب آقا جناب آقای لیلی لاریلا دمپای پوشیدی ها دمپای. بله آخه دمپای میپوشه. فیل خیلی جالبه. فیل کاکتوسی که دمپای میپوشه. آقا فرار نکن گوش بده من سواشم. یا حسین چه باله. یه از هپی هستم بهتره. به به سرش نه کله لیلی لاریلا کو. اینا کلش اینا. خب این از این. بذار من سوروایولش کنم. من آزاری که به من نمیرسونه. وای بابا بذار بزنم حروم زاده. بذار بزنم اول بعد بیاد حمله کن به من. بذار بزنم حالا. چه وحشی لالیلا. پشت میکنی به من پشت میکنی. میخواد بگوزه احتمالاً. داشت تو الان حمله میکردی به من. نزن مادر نزن معصوم ندارم خدا وکیلی. یعنی چی جو من میزنی معصوم؟ عجب رسمیه رسم زمونه. برای شادی روحش اجماعاً صلوات. بله آقا ساب میکنی یا میگم این اسبی بیا بالا سرتا. برو بعد. خب این از آقای لیلی لاریلا. حالا جدا از اینا بریم سراغ چیزا دیگه. مثلا جناب آقای شیمپانزینی بنانینی. چه اینجوری راه میری؟ خوبی داداش؟ خوب مطمئن خوبی؟ چه اینجوری است؟ اینجوری احساس میکنم ها. خب با شیمپانزینی بانان من واقعا مغزم داره میپکه. چی وضعشه داخل؟ منو بزنه فرار میکنه. حالا نکن. نه زیاد قوی نیست قدرتش. حالا ما میزنیمش. آقا نمیخوام بزنم بهت. نکن. نزن بی‌ناموس نزن. من چیکار داری به من؟ البته من زدمش. من کرم ریختم روش. خب از این میریم سراغ چی؟ بذار کریتیو کنم. این سوروایو میکنم. بالرینا کاپوچینا. بله بالرینا کاپوچین. نگاه همه من ایتالیان چی بود اسمش؟ ایتالیان بیرینات نه بیرینگات. اینا همش حفظم. بالری بحث قشنگ زون بابم زون صورتی هستی بابم زون. خفه شو. نه من تو نمیدی. تو خیلی خوشگلی بس. خب دوست عزیز یه دانه یه چیز درازیه و این یه چیز لور. بله این دانه اینو بزنیم اتفاق بدی میفته و میزنیم. یا ابن این که در واقع زیاد درست قرار نگرفته جاش. ولی حالا هرچی باز ما اینو اینجوری میکنیم دیگه. حالا این کار میکنیم این کار رو انجام میدیم دیگه. نمیشه نتونستم کاری دیگه انجام نه گم شو همین زج بکش تو. حالا بله خب این از بالرینا کاپوچینو خیلی قشنگ بود. حالا اینو کاری نداریم. گی نشو لطفا. میریم سراغ دیگه. این تراپ چی؟ اینا چی کوفتی؟ این چی هم داره دور سرت میره؟ دور سرت که نه دور کلت. حالا منحرف نشید. بله
این چیه خدا چرا کوچیکه این بزرگتر نبود. خب Trippi این troppi, شما troppa و trippa. خفه شدن خودم معرفی میکنم. این شما و این تریپی تروپا ترپا تروپی نم اسمش دقیقا چیه؟ نزنش من روی حساسم. چه اینجوری میکنی؟ یا حسین یه احساس میکنم اتفاق نکن من برای خودمه ای نکن این مال خودمه نکن تو قایق برو این مال منه مال تو نیست بزنش. ماشالله بالرینو کاغو عشقی داداش عشقی داداش که نه البته حاج خانم عشقی حاج که هر کوفتی که بود میریم سراغ La vacca Saturno Saturnita. والا چی؟ واکا لاواز سکورتو سکورنی چه نمی اسمی چیه؟ La vacca Saturno Saturnita. همین الان هم اسمشو گفت دوست عزیز. ما اینو سوروایور دستت به بالرینو کاپوچینو بخور دستت میزنم. من رو بیبر نزنش نه من روش حساسم نکن مادر نزنش داداش نمیخوای منو بزنی؟ چته؟ حالت خوبه داداش؟ حالت مطمئنی خوبی؟ داداش ولش کن اونو من روی حساسم. بابا من این دسته کل لول کشتیش الان میکشم من روش حساس بودم تازه باش داشتم. آره نه دیگه بیشتر ادام نمیده الان به جای داد کشیده میشه. آقا من دوستش داشتم. برای شادی روح بالرینو کاپوچینو صلوات الله. Frigo camelo, buffo fardello. فریجو کاملو بوفا فاردلو دماغشونه شبیه گربه است. پشمام اینو از بافت گربه درستی دربار نشد تو رو خواهی تو سن مجان کن فلان نکن ها. خب دیدم سوارش میشه شد. بله سوارش میشه شد و سرعت خوبی هم داره. به چی شد؟ کجا رفت؟ سلام. خب اینا سوروایور میکنیم بچه. آخر ویدیو بنده قرار نبرد بمباردین و کروکودیل و تون سعود رو ببینیم دیگه. خدا وکیلی همه همسایه بغلی میگه این دیونه است دیگه والا. خب جناب بوفارد چی بود اسمش چی بود؟ بوفاردل و کملو میزنمت. هیچ یکی اسم جون کم میکنه تایش ما گم شو بابا گم شو. نزن مادر قهوه شکمیزی نزن. خب خوشبخت آقا خفه شو. الان همسایه بغلی میگه دیوونه است. این چیه؟ بونیکا آمبالولو چیه ای؟ Boneca Ambaladu. بونیکا آمبالولو گم شو بابا. خب این از اینم یه میم دیگه که خوبم ساختنش جزئیاتش خوبه واقعا همینم وجود داره. و Baloni Lulilolli. چیه؟ Capibarello Cocossini. چه کوفتیه چرا اینجوری میکنن اینا؟ آقا نزنین آقا Boneca Ambaladu. زبون نندا محمود زبون نندا. آقا رضا زبون نندا خاک تو سرت کنن. این تونست رو بکش خاک. این الان من اینم میتونم بکشم. نگاه کن تو یه دقیقه بزن من چی آخه کدوم نزن حروم زاده نزن. من نمیگم نه وای چه جونی داره وای Baloni چه Lulilolli. جونی داره. Capibarello Cocossini. کسایی که طرفدار تون سعود هستن یه قلب قهوه‌ای بزنن تو کامنت ها و کسایی که طرفدار بمباردین و کروکودیلا هستن یه قلب سبز بزنن تو کامنت ها. لایک کن یعنی طرفدار دوتاشونی. اگه لایک کنی طرفدار دوتاشونی. بریم که نبرد دوتا رو ببینیم و Tung Sahur. در برابر Bombardiro Crocodilo. حمله. خفه شو آقا خفه شو. خاک تو سرت کنم من طرفدارت بودم. آقا چی گوزیه تو ازش بردی؟ چیه دماغ گنده؟ نگاه کن یه لحظه دماغ گنده نگاه قیافش کن اصلا انگار افغانیا چجوری آخه. خاک تو سر خرت کنن تون سعود. خاک تو سرت کنن. یه بار دیگه بذار انجام بدن. البته یکی جونش کم شده بود. بذار من تو رو بکشم. بمیر سگ جون. خب من طرفدار تون سعودم میگم میبره. Tung sahur. آه خفه شو یقدر تون یه ببور. Bombardiro Crocodilo. خب ماشالله بزن بزن فکرم دوتاشون قوی هن. من اینم بزنم باید میمیره فکر کنم. دوتاشون قوی هن. حالا نفهمیدم دقیقا کدومشون برد. شما تو کامنت ها بگو ببینم کدومشون میبره. چه سگ جونه
شما تو کامنت ها بگید ببینم کدومشون میبره و تا ویدیوی بعدی آره نه الان باهاتون کار دارم دوست عزیز، الان باهاتون کار دارم. بله نه کاری ندارم، میخوام ویدیو رو به افتخار یه نفر تموم کنم. حساب میکنی یا میم تو خوابت با این بمباردینو Bombardiro کروکودیلو. crocodilo. آی نه خودشم گفت دیدی بمب میندازیم رو سرت تا بچه و حساب میکنی یا نه؟ اگه حساب نکردی میگم بمباردینو بابا نزن دارم من رو بالرینینا کاپوچینو حساسم، دستت به بالرینینا کاپوچینو نخوره. نکن نزنش. خب بعد داشتم میگفت آقا یه دقیقه نکن داداش، نه یا تو من خب کسایی که ساب نمیکنن جناب بمباردینو کروکودیلا میاد سراغشون و کسانی که لایک نمیکنن جناب تون سهور. مشکل ناموسی دارن، اینا دعوا ناموسیه با ول میکنن. به نظر کدومشون به 100% تون سهور اصلا عشقه. خب حالا جدا از اینا میم ها یه ویدیو دیگه هم میگیرم، اونم باز یه میمای توش هست، اون 3 بعدیشه که خیلی جالبه برای یه ویدیو شورت و کوتاه ساختن. بله حالا ویدیو رو ما رسم داریم در پایان هر ویدیو به افتخار یک ماب تموم کنیم. تو ویدیو قبلی مدل ایرانی دیدید. ویدیو رو به افتخار این گربه سفید که شبیه افغانی ها هست تموم میکنیم. و شاید بگید چرا سفید انتخاب کردم، چرا سیاه انتخاب نکردم؟ چون سفید خوبه. نه نگید نجات پرستم، سفید عالیه. آی سفید والتر وایت. ویدیو رو به افتخار این قیافه مظلومش رو ببین. ویدیو رو به افتخار این گربه افغانی تموم میکنیم. جو نگاه من نکن، من یعنی میزنم بچسبی کف زمین، اعصاب ندارم یعنی من روانیم، یعنی من دیو سر به سر من نبار که دعوا ناموسی میکنم. من خیلی حساسم، من دیوونه، من روانیم، من تیمارستانیم. خودت میدونی من اینجوریم، من اینجوری نگاه من نکن میگم بچه، نگاه من نکن، چه روانیم من، نگاه من نکن، میزن تو پای میگم نگاه من نکن. نه